همراه ما بازی میکنین خاله. شما میفهمین که چی میگن؟ این کارا با مذاق حل نمیشه، فهمیدین؟ یگانه کسی که همراه تو بازی میکنه او یلماز خان است. ده چند سال تو از نظر مردم دور نگاه کرد. چرا؟ هر باری که به یک چیز ضرورت می داشتی دفعتاً برت آماده کردن می آورد. می گفت درباره پدرت میفهمم، از همین خاطر کمکت میکنم. دوست عسکری پدرت بوده، اما درباره پدرت هیچ چیز نمیفهمه. این شاید فهمیده باشی. از او یک تصویر یا کدام چیز، یعنی چی بگویم، حداقل یک چیز خوبی بود که به تو میداد، اما این کار نمیکرد چون پدرت زنده بود اما تو خبر نداشتی. خاله برام دروغ نگوین. شما میخواین با این گپایتان حتی مادرم هم دروغگویی ثابت کنین؟ میخواین که سر مادرم هم تهمت کنین؟ خدا نکنه بچیم. مادر مرحومه تا صدای خودم نمیکشید. اگر میکشیدم کسی گوش نمیکرد. یعنی شما میخواین بگوین که یادم با فکر شما هم نبود؟ شما و مادرتانه رها کرد و رفته، متاسفانه. اما چرا؟ گوش کو بچیم، وقت تو تولد شدی او وقت حمیده حامله بوده. اگر از بودن تو خبر میشد زمین د آسمان میخورد بچیم. این گپ تنها از تو نه بلکه از تمام مردم دنیا پنهان کرد. بعد از اینکه مادرت وفات کرد تو را پیش خود گرفت، اما اگه حقیقت برملا میشد نامش، زندگیش، خانوادش، تمام چیزش به خطر مواجه میشد. زندگیشون تباه میشد. او زن یوسف به دنیا آورد. خاله خاله چرا این کار در حق ما میکنین؟ چرا این گپا را حال با ما میگین؟ تا دیروز به یک شکل در زیر سایه پدرت بودم بچیم. به خاطر احترامش خاموش بودم، اما کار خانجی غلوها باید خاتمه پیدا کنم. من زمان نوجوانی در پیش اونا کار میکنم. کاش از ظلمای که اونا در حق ما کردن خبر میداشتی. میفهمی اگه تو به جای من میبودی حال شاید وقتی نار از بین میبردی. اما ایره بفهم که من برد بدی نه بلکه خوبی میکنم. خاله خوبی کردن همه قسم است؟ در ذهن ما هزاران سوال پیدا شد. کم است که عقل خود از دست بتون. پس آرام نباش یلماز بچیم، آرام نباش. بیا یک جای شویم انتقام خود از اونا بگیریم. خاله اگه کدام گپ دیگه باشه یا اگه شما بر ما دروغ بگوین باز با خدا قسم میخورم که برد راست میگم یلماز بچیم. به سر یمینم قسم میخورم تو بچه یلماز خان هستی. خاله اگه با ما دروغ گفته باشین بدونی که فکر کنم شما را از بین میبرم. حالا آتش روشن شد. خدا کنه که پیش از وقت خاموش نشد. متوجه باش بار خراب نکنی. خدا میفهمه وارد چی شده باشه. بالاخره خبر میشیم. حقی بیادر یک چای تازه بیار. بیادر بیبی امی که یادش کردیم آمد. ما برم چای بیارم. یعنی که آمدی. ای چی از جنید؟ از این میخورین یوسف خان؟ ای چی است؟
بادام شکردار. بیادر شما اینجا چی میکنین؟ تو بگو که در اینجا چی میکنی؟ میخواستم هوای تازه بگیرم. با خاطر دیروز معذرت میخوایم خواهر جان. نمیخواستم یه قسم شود. معذرت میخوایم که خدای داره کده نتونستم. متوجه هستی که ما هیچ کار نمیکنیم؟ گپ نمیزنیم، جای نمیریم. روز تولدت با یاد داشتم اما فراموش کردیم. در حالی که من هیچ وقت روز تولدت را فراموش نمیکردم. فرق نمیکنه. فرق میکنه منور. فرق میکنه. ما باید مثل سابق باشیم. بیا. ما میخوایم مثل سابق باشیم. دیگه از ما هیچ چیزی را پنهان نکن، درست است؟ هر گپی که بود برام بگو، مثل سابق منور. با جز از ما دیگه کیره داری؟ ها؟ کیره داری تو؟ مثل سابق کل چیزا برام بگو خواهر جان. اگه با من نگویی به کی خود گفتی؟ ها؟ کی را داری که برش بگویی؟ منور از ما دور نرو خواهر جان. یک همکارم است. میخواست که با هم بنان چاشت بریم اما من نمیخوایم برم. گفتم چی از جنید؟ یک بار خو گفتم هوا نه که نوشتهش نخوندی. شکر به سوادم خونه استی. سواد دارم، درست است. اینه نمیگم که تو چرا این کار کردی یا چه تو این کار کردی. میخوایم بفهمم به خاطر دوست داشتن، به خاطری که من زیاد دوست داری کار ده حقم کردی. با دوست داشتن تو گناهی را خو مرتکب نشدیم. بیا از تو هم خوب میفهمی که ما ور انسانا را چه قسم فریب بدی. همده سو شدم به خاطری که مجبور بودم. فهمیدی؟ ببین تو آزاد هستی. من کل چیزا گفتم و تو هم میتونی راحت زندگی کنی. بان دیگه هوا بان. من از خاطر تو از پدر و مادرم گذشتم، از تمام کسایی که دوستشان داشتم گذشتم. فکر کردم که تو همراه من میباشی برام کافی است. اما تو چی کردی؟ ها؟
ای کار نباید ده حق میکدی هوا. نبایدی بدیل ده حق میکدی. فکر میکنی بیگناه بودی و من به دلیل نام تو را دادم؟ تو هم حق بچه نبستی. از همین خاطر آلی ای کار ده حق من میکنی؟ بله از همین خاطر میکنم. عشق و محبت از خود حد و حدود داره هوا. یلماس باید گپ بزنیم. اگه مسئله دیشب باشه باز مسئله دیشبه فراموش کردم. یک گپ بسیار مهم دیگه است. تو را چی شده بچیم؟ طبعا که مام نمیخواست میکار شوه. تو میفهمی من تو را بسیار دوست داشتم، اما امکان نداره که او حادثه را قبول نکنم. در ضمن من توقع قسم کار از تو نداشتم. از من توقع را نداشتین ها؟ همونطور از کاکا یلماز؟ کاکا یلماز یا که شما را یلماز پدر بگویم؟ مقبوله که من پنار؟ اینا کجا هستن؟ باز کجا گم شدین؟ خانم امیده، جمیله براتان نگفت که امروز روز حمام توران است؟ اما اول خود اتاق منظم میساخت بعدن میرفت. من منظم میکنم خانم، خاطرتان جمع باشه. من بیازو شما را میپالیدم. چرا؟ اگر بگویم چیکار خون میشین. اما باز چی شده پنار از برای خدا؟ باز چی گپ شده؟ خانم یلماز آمده بود. چی؟ کجاست؟ در پایینم روی یلماز خان گپ میزنه. ببینم که یه احمق باز چی میخوایم. پس شو. توبه. تو چی میگی؟ ایگه برات کی گفت؟ ایگه برام کی گفت؟ یعنی حقیقت است. یعنی که رد کردن نمیتونین. شما سالها با من دروغ گفتین. چی تو ای کار کردین؟ وجدانتان چطوری را قبول کرد؟ ایگه پارابان مشکل اصلی تا برم بگو. مشکل؟ دیگه چی مشکل داشتم میتانم؟ سالها پدر خدا کاکا گفتم. دیگه چه قسم مشکل داشته باشم؟ نه تو چرا اینجا آمدی؟
و کدام روی در مقابل ما آمدی یلماز؟ اما تو اشتباه میکنی. چیزی که تو فکر میکنی او قسم نیست. ای اشک از همی خاطر است؟ به خاطر که بر ما دروغ گفتین گریه میکنین پدر؟ خانم ما شما را میپالیدم. باز چی شده جمیله؟ وکیلتان زنگ زده، بسیار مهم است. بله آقا کریم. سالها همراه ما یک جای بودین، همونطور نیست؟ همیشه مثل سایه بالای سر ما بودین تا وجدانتان راحت باشه. بعدن خواستین دیگام نزدیک شوین اما نشد. هر روز به چشمای مسائل کده و به جای حقیقت برام دروغ گفتین. ایران فهمیدم. درست است. درست است اما بعدن چرا سرما تهمت بستین؟ مرا از خود دور ساختین. دلیلش معلوم دارست. کسی که سر سر خانه من شیشته و نان میخوره و سر ناموس من چشم میداشته باشه هرگز او را در خانه جایی نمیتونه. دروغ میگین. دروغ میگین. هنوزم دروغ میگین. ده اصل گپای تو دروغ است. با این قسم داستانای دروغی نمیفهم که چی را میخوای ثابت کنی یلماز. چیزی که در دلت است برم بگو. در دلم ها کاکا یلماز. تا امروز هر چیزی را که پد کردیم میخوایم کلش دانه دانه به همگی بگویم. ببینم که او وقت چه قسم این کار میکنین. گپ من گوش کن. ما در قدر سالا به هیچ کسی اجازه ندادیم که سر نام ملکه بگذاره. بعد از یام نیت ندارم که نامم بد شوه. به خاطر که هیچ امکان نداره که تو به قدر بلندی برسی و ارزش نام و شهرت بفهمی. اگه تو هم مواری یک نام می داشتی بازم مقابل تمام دروغا مجادله می تونستی. چیزی که از زبانت میبرایه با گپای دلت بسیار فرق داره یلماز. هر قدر کوشش کنی بازم نمیتونی. اگه داره که تو از جوانی داشتن چنین یک نام باشه بازم میره خوب با فامیل ماسشان در سر هر کس این نام باشه از خود یک ارزش می داشته باشه. حالا برم بگو بشیم مشکلی که داری چی است؟ لعنت به تو. لعنت به تو آره آدم. یه قدر از ما ترسیدی؟ یه قدر از ما شرمیدی؟ اتهام بسته کدی نشد. حالا میخوای که با پولت مرا بخری همه ترس؟ کاش که هیچ نمیفهمیدم که من تو یک پدر دارم. کاش که امکان می داشت که بر همیش تو به عنوان یک دوستم باقی می ماندی. چون وقت شاید پیش ما کم ارزش می داشتی اما حال نه.
تو احمق هنوزم گپ میزنی؟ ما هم نمیخوایم که تو یک پدر داشته باشم. من در سابق کسی را به نام کاکای الماس داشتم، اما حال کسی را به او نام ندارم. دیگه در قصه شما هم نیستم. تو ده اینجا چی میکنی احمق؟ چشمایی رو ببین، دوباره در خانه داخل میشه. تو به تو را چی شده یلماز خان؟ برو مرا تنابان. شواره که 40 سال همراه ما بوده گریه میکنه، چیز ازش نپرسم؟ حمیده فعلا اعصابم بسیار خراب است. کلش از خاطر همین بیرویی شده، از خاطر همین بیرویی شده. کاش که ما مرد می بودم که همراه شما گپ زدم میتونستم، اما تمامش از خاطر توست. بله تمامش از خاطر توست. هر کس و ناکس در خانه میاری، از برای خدا این کار نکو. بیبی حالا اگه فشارت بالا بره من چی کنم صدقه شوم؟ یلماز خان از برای خدا جگرخون نباش. آرام باش یلماز خان، اگه نی فشارت باز بالا میره. اما خاله اگه او رفته به یلماز خان بگویه که تمامی گپا رو تو برش گفتی، باز وقت چی میکنی؟ اوف خدایا، من همه فهمم که چرا ماندی او بره. ده اصل ما باید اف بگویم، تو بسیار زبان بد داری. فعلا خانه رسیدم، صبر کو برم ببینم که چی شده، ببینم که اینجا آمده بود یا نه. معلوم دار دیگه کجا رفته میتونه؟ دختر بعدن باز بر زنگ میزنم. این آمدیم دیگه، چی شده؟ باز او احمق آمده بود. کدام احمق؟ امو لودره میگم دیگه کی باشه؟ پیش پدرت رفت گپ زدن، نمیفهمم درباره چی گپ زدن، اما پدرت بسیار جگرخون است. توبه توبه. در اینجا خانم میده یلماز آمده بود. یلماز آمده بود، اما هیچ ضرور نیست که خوش شوی. بی از تو نه در غم دوست هستی نه در غم دشمن. کجا بودی؟ پس رفت خانم میده. نه جانم، چرا برم؟ ازش خواهش کردم که غذای امشب همراه ما بخوره، او هم زنده باشه، گپ مرد از زمین ننداخت. هیچ میفهمی که تو چی میگی سلطانه؟ سودایی که گرفته بودم در قصابی فراموش کردم، حالا چطور خواهد شد؟ بله، وقت عقل و فکر انسان در جای دیگه باشه اما تو میشه دیگه. خب گوشتا کجاست؟ آماده میکردن، من میاله میرم زود میایم. درست است؟ خدا جزای تا بده. اما هم خانه رو به امیدی اینا میمانم، کارایشان هم خودم انجام میتم. تو به خدایا. خیرت باشن. خوش معلوم نمیشن. نه که مادرم چیزی شده. نه برعکس دی روزا بسیار خوب معلوم میشه. حالا برش فایده کرده. خب موضوع چی است؟ وقت دیشب به خبر آمد، یعنی چه قسم بگویم، خدا خوب احساس نکردم، فضام خراب بود. راست اگه بگویم درباره یوسف یک کمه به تشویش هستم دخترم. نه، درباره منور بود. راستی؟
بیازو فهمیده میشه. معلوم میشد که خوب نبود. بیبی ساعت چند بجه است تا هنوز به شرکت نامده. میفهمی موضوع چی است؟ پدر، شما من از خاطر منور اینجا خواستین، چطور؟ خواستم بفهم که او در کجا است. باید درباره او فکر کنم. او معاون اول شرکتم است. آقا جلال، میهمانایتان آمدن، در جلسه منتظرتان هستند. درست است، منتظر باشن، من میایم. درست است. میبخشی دختر. خواهش میکنم شما با جلسه برین، ما هم خانه میرم. زنگ جواب دادن نتونستم چون من هیچ خوب نیستم. تو کجاستی؟ درباره چی گپ زده باشه که قدر وضعیتش خراب شده؟ راستش از خود یلماز خان پرسیده نتونستم، به خاطر که بسیار بیربار بود. ترسیدم دختر. یک بهانه کردم دفتن دویده پیش تو آمدم. بایدم بترسین. اگه یلماز نام شما را داده باشه خدا میفهمه چی خواهد شد. اوف، آی خاله، تا دیروز مرا میگفتین که بدونی که فکر کنی یک کاری میکنی، اما حالا ببینین خودتان بدسته خود در دریا انداختین. خب چرا؟ میبخشی جانم، این قسم کارا 500 راه بیرون رفت داره. تا هنوز نشته نکردم اما حالا نشته میکنم. انسان بعضی وقت اشتباه میکنه، از این خاطر یک طرف قضاوت نکن دختر. از برای خدایی گپا را بانین، بگوین که حالا چی کنیم؟ بخست که بریم. این قسم بیشتن در اینجا هیچ فایده نداره. بریم و بچه را پیدا کنیم. من میرم بالا پشت خدا بپوشم. خب کجا رو بپالیم خاله؟ همه جای میپالیم. خوش آمدین خانم. خوش باشی جمیله. منور آمده؟ نه خانم، تا هنوز نامده. جمیله زود باش بالا آب بیار. جمیله تو بالا پیش خانم حمیده برو، من آب میبرم. تشکر خانم.
تو چطور سیمان آمد؟ کم ناراحت معلوم میشی. جانم زیاد به تشویش بودم. یا چرا زنگای ما جواب نمیدادی؟ ها؟ چرا از پیش من فرار کردی؟ من بسیار یک کار بد انجام دادم. بسیار زیاد میشرمم. با خدا پایم بسیار درد میکنه، بسیار. کم مانده که شام شوه. این بچه کجاست؟ اینقدر زود خسته شدین؟ دختر زیاد سرم گپ نزن. جان است یا بانجان؟ نمیبینیم ما هم خسته شدیم. به نظرم باید یک بار خدا به جای او قرار بدیم.
همراه مادرش خدافیزی کرده بود، میرفت میخواست که پدر خدا بشناسه اما منصرف شد. بعدن رفت که همراهش حسابی کنه. معلوم میشه که ملاقاتشان اونقدر خوب نبوده. اگه تو میبودی چی میکردی؟ ها؟ هیچ ده فکرش نمیشدی؟ یا که تحمل کده نمیتونستی؟ اگه تو بجای او میبودی کجا میرفتی؟ یعنی چی؟ ای گپ یک نتیجه داره دختر. یلمازم شاید همین فکر کرده باشه. درست است خاله، اما در اینجا یگالم هتل است. کدامش ببینیم؟ در کدامش رفته باشه؟ حتما در یکی از همین هتل‌ها رفته باشه. اگه بپرسیم شاید پیدا کنه بتونیم. حالا بخیز که بریم. حالا دیگه زود شو. او بیچاره را پیش روی همگی آوردن. مجبور شدم طرف چشمای یلماز سیل کده سرش تهمت کنم. جلال بسیار شرمیدم. چه قسم برات بگویم، بسیار دلم برش سوخت. بسیار جیگرخون شدم. یک بار فکر کردم اما چیز اقرار کرده بگویم که یلماز نیز جلال روان کرده. رابطه خدا برشان بگویم. از همون خاطر برات زنگ زدم که بگویم مرا به اندازه دوست داری که تمامی مشکلات قبول کنی. اما بعدن امام جرات نکردم این کار کنم. او بیچاره را در بدر کردم. در یک شب زندگی او از این رو به او رو شد. بیچاره را تباه ساختم. سر خود قدر ظلم نکن. امام به اندازه تو مسئول هستم. این رابطه را یک جا پیش میبریم. تو به خاطر حفاظت هر دوی ما این کار کردی منور. بله، اما من گناه یلماز در گردن گرفتم. جلال تو میفهمی؟ بله، حق به جانم هستی. کار خوبه نشد. حال خاطرت جمع باشه. ما فکر کرده یک راه بیرون رفت برات پیدا میکنم. تشویش نکن. فابیدی جانمه. خدایا توبه کردیم. و چیزی که زیاد ناراحتم ساخت ای بود که برام پول پیشنهاد کرد. نمیفهم چه قسم خدا اداره کردم. به خاطر که وجدان و مرحمت داری. از این خاطر تو یک مرد هستی. اما حد زده میتونم. اشتباهات یلماز خان آشکار شده میره. البته که آسان نیست. ای که پدرت بود دیگه ازت پنهان کرده و همین که دلیل مرگ مادرت ازت پنهان کرده که تنها تکیه‌گاه تو بود. به خدا بار او بسیار سنگین است.
یعنی چی که بار او سنگین است؟ او با مادرم چی کده؟ آرام باش بچه. چرا آرام باشم خاله؟ شما میفهمین که چی میگن؟ ها؟ از فهمیدنشان میترسم. ما در سن نمیخوایم در پیشانی شلیک کده قاتل پدر خود شوم. چرا؟ ای به کی نقص خاطر رساند؟ ها؟ اول باید آرام باشی. نوش جانتان. خانم برچاک؟ یعنی شما در اینجا چی میکنین خانم برچاک؟ همه چیز از اول برات قصه میکنم. اگر تو هم قبول کنی باز خانجی اغلاها را با خاک یکسان میکنی. حال برم بگو، میخوای که حق مادر بیگناه و مرحومته و حساب همه سالهای خود از اونا بگیری یلماز بچه؟ ما با اونا چی داده گرفتارم؟ باز شما چرا مادرم در قضیه دخیل میسازین ها؟ میشه بگوین کی سبب مرگ مادرم شده؟ آرام باش بچه، ده اینجا دوست و دشمنای ما هستن. چطور آرام باشم خاله؟ حالا که قصه را شروع کردین ختمشم کنین. همه چیز دانه دانه برات میگم. اما فقط با شنیدن کفایت نمیکنه. باید چشمایت خوب باز کنی. به خاطر که بعد از این گپا که برات میگم هیچ چیز مثل سابق نخواد موند بچه. خاله گپا دراز نکنین. وقت برات میگم سبب مرگ مادرت کی است پس خوب گوش کن. سر مادرم حمله آمد. تو همونجا بودی او کاکای المازم. همو آدم دیگه. او همونجا بود و همراه ما کمک کرد. بله همه قسم فکر میکنن اما اصل قضیه دیگه چیز است. یلماز خان همراهتان کمک کرد. او اشتباهی را که سالها انجام داده بود حالا دانه دانه حسابش میگیره. تو هم همه قسم فکر میکنی چون اصل قضیه را نمیفهمی. پس لطفا اصل قضیه را بگوین. سر مادرت حمله آمده بود این گپ راست است اما ای را میفهمی که در کجای اتفاق افتاده؟ در قصر. از ما پرسیده بودی ما بر جواب دادم. او وقت تعجب کردی گفتی مادرم در قصر چی کار داره؟ یلماز خانم چیزی گفتن نمیتونست به خاطر که دست و پای خدا گم کرده بود. مادرت به قصر رفته با یلماز خان گفت که بس است. گفتی همه ظلم و خاموشی دیگه بس است. گفت بچه ما در خانه خود جای بده. گفت او را پیش خود بگی اما یلماز خان از خانم محترم خود ترسید و سر مادرت قهر شده او را از قصر بیرون کرد. او زن بیچاره ای وضعیت تحمل کردن نتونست و سرش حمله آمد. کاش می دیدی که او چه قسم سردستای مفتیده بود. ما به این فکر بودم که چطور به دکتر خبر بدم اما یلماز خان به جای دکتر خبر کردن میفهمی همراه مادرت چی کرد؟ او بیچاره را از قصر بیرون کرد. او هم دمو وضعیتش یک بار فکر کن. کافیست دیگه. کافی نیست اینا را بفهم تا کارهای بدی خدا به بسیار هوشیاری انجام بدی. مادر در دستای ما جان خودم میداد. برش عذر کردم گفتم یک موتر بخوای اما یلماز خان هیچ به مادرت کمک نکرد.
بعد قصه مرگ و زندگی کسی نشد و به زندگی و آینده خود فکر کرد. باز بعدن مرا با مادرت به شفاخانه روان کرد. بعد از دیگه خودت میفهمی. با دقت عمل کنی بچه. خاله بگوین که اینا دروغ هستن. بگوین که اینا حقیقت نداره. بگوین که همه هیچ اتفاق نفتیده. اگر نه عاقبتش هیچ خوب نخواد بود خاله جان. ما گپای خدا برات گفتم و تو هم شنیدی. ها اگه باور نداری بار از دیگه کسان پرسیده میتونی. اما اگه کدام جوانی وجود داره که از خشم یلماز خان نترسه و واقعیت بگویه باز دست خدا بلند کنه. معلوم دار است هرگز این جرأت نداره. میخوایم همه چیز رو بفهمم. از سر تا آخر همه چیز. هر باری که چشمایم میبندم تو در مقابلم میبینم. لمست کردن نمیتونم. از بوی سیر نمیشم گل زیبای من. باده تو چی میکنی دخترم؟ من کتابچه خاطرات من میپالیدم. باز کتابچه شما را پیدا کردم. وقتی نامه های پدر من و بعضی خاطرات را خواندم باز احساساتی شدم. خاطرات بعضی هایشون هیچ یادم نمیره. میفهمی چی میگم؟ دکتر میگه کوشش کن آره زیادتر بخوانی. هیچ نقص نداره. با حافظه بسیار فایده داره. میخوانم بازم تمام اونها را به یادم میارم. در مقابل چشمای مجسم میشن. تحفه‌های مقبول پدرت، دوران طفولیت تو. بعدن دفعتن فکر میکنم که خاطرات کسی دیگر خونده میرم. کاملا یک افسانه بیگانه. تا وقتی که پدرت برام میگه گل نازمه فقط می جمله است که هیچ وقت این کلمه رو فراموش نمیکنم دخترم. مادر جانم، مادر یک دانه، مادر جانم، من جانم. باده چی شده دخترم؟
چرا گریه میکنی؟ کمی احساساتی شد. مطمئن هستین خاله؟ واقعا که همه قسم شد؟ کم گفتیم اما چیز اضافه نکردیم. کاشی همه دروغ می بود. در این مدت زمان ای بزرگترین باری بود که حمل میکردم. مخصوصا وقتی که دکتر گفت چرا قدر ناوقت کردین؟ اگر کمی زودتر می آوردین باز حتما زنده می ماند. باز او قلبم پاره پاره شد. کافی دیگه. آیسته بچه ما آیسته. بیبی تو خودت خوشایند هستی. به خاطر کمک به تو هر کاری را انجام دادم. دویدم و تپیدم ها. وقت تو را در والد دکان دیدم خواستم که تو را به جایگاه اصلیت بیارم، یعنی پیش خانواده اصلیت. اما از کجا میفهمیدم که یلماز خان یک قسم میکنه؟ ای تهمت ها را میزنه ها. اگر میفهمیدم باز تو را به او خانه میبردم، آرامش خود از بین میبردم. تو چرا اینجا هستی برچاک؟ تو با این قضیه چی رابطه داری؟ اسم من برچاک نیست یلماز. اسم من هواست. گفتی هوا؟ هوا. پس چرا با ما برچاک گفتی؟ دروغ گفته بودم، به خاطر که مجبور بودم. گفتی دروغ؟ دروغ هم کدام مجبوریت میخواه که تو رو وادار ساخت؟ خاله چی جریان داره؟ شما چه قسم بازی رو بر انداختین؟ مقصدتان چی است؟ بیبی چی میگم؟ چی را ببینم خاله؟ یک عالم برام افسانه گفتین و ای خواهرزادت، البته اگه خواهرزادت باشه، آمده و برام میگه که ما به شما دروغ گفتیم یلماز. حال ما سر شما چی تو باور کنم؟ ها؟ یلماز حق داری. این اتفاقای کفتی در منم هیچ خوشم نمیایه، مطمئن باش. حتی میخواستم کل چیز متفاوت باشه. باور کن من ایره بیشتر از تو میخواستم، اما تو از هیچ چیز خبر نداری یلماز. وقتی برات بگویم باز خودت میفهمی که کی ظالم است و کی مظلوم. پس برام بگین حالا. من نامزد سابق یوسف هستم یلماز. من مورد ثابت کردن. بله نامزد سابقش هستم و به اصطلاح معشوقیش هوام هستم. بچیم پدرم هنوز بیدار نشده. تو بیا چند دقیقه اینجا بشی تا با هم کم گپ بزنیم. دخترها بر ما قهوه آماده میکنن. در مورد چی گپ بزنیم؟ چی گپ بود که قسم مثل آتش صبح زود از خانه بیرون شدی و رفتی. مردم فکر کرد که تو به جهاد میری. ما هم به تشویش شدم. با تشویش ما شدین؟ یوسف البته که به تشویشی تو شدم. بچیم بین ما هر گپه که باشه، هر قدر که ازم دیگه خفه باشیم، تو بازم بچیم هستی عزیزم. اگر تو را چیز شوه اولتر از همه من جگر خون میشم. به حوزه رفتم. چرا؟ اتفاق افتیده؟ تو را خواسته بودن؟ اونا مرا نخواستن مادر و نیت خواستنم نداشتن. من خودم رفتم.
یعنی رفتی و همه چیز برشان دانه دانه گفتی؟ به حوزه رفتم و همراه عامر صاحب گپ زدم. آه یوسفم، آه بچه، پس بالاخره کار خود کردی. چی کنم دیگه؟ جانت جور باشه بچه. پس شما او دختره که در روزنامه دربارش چاپ شده بود شما هستین؟ بله امی قسم است. زندگی مسمه دزدی کردن یلماز. ای کافی نبود که حتی قصد جانم هم کردن. او وقتا بسیار دعا میکردم، میگفتم خدایا مرا از این جهنم نجات بده و هرچی زودتر جانم بگی. تا بالاخره به اینجا رسیدم. اما یوسف خان اما نداره. در اصل او زندگی مسمه گرفت. با دروغ و حیله‌گری مرا فریب داد و من فریبش خوردم، تا ای که یک روز بدون گفتن یا شنیدن هیچ چیز روی شگشتاند و از پیشم رفت و مرا در میدان موند. او هم میفهمی به خاطر کی کار کرد؟ به خاطر عمو خانواده‌ای که اینقدر سرم از ظلم کردن. سالام میشه که تو خدا یتیم فکر میکنی. با حالا تو چرا میخوایی که با این بدبختی زندگی کنی؟ چون یلماز خان به خاطر او خانواده هم تو را و هم مادرت ترک کرد. درست از بس از دیگه. همه قدر برم بس است، فهمیدم. نمیخوایم دیگه هیچ چیزی را بشنوم. اما بچیم. اما چی خاله؟ چوب بودن حال گپ میزنین؟ ها؟ چی بازی را برا انداختین ها؟ از ما چی میخواین؟ ما از تو هیچ چیزی نمیخوایم بچیم. همه چیز برات گفتیم و تو شنیدی. درد تو هوا یک چیز است. چرا هر دوتان یکی نمیباشین؟ بیا که با هم کمک کنیم. ها؟ با هم دیگه هر کاری که میتونیم. اونا باید جزای کارایشان ببینن تا ما به راحتی زندگی کنیم. یلماز، اونا خانواده مرا بسیار درد دادن و ما زخمای بسیار بزرگی رساندن که با آسانی مداوا نخواهد شد. ما تو حال کاملا در یک وضع قرار داریم. صاحب او شمشیری که در پشت ما فرو شده یکی است، او خانواده. ما باید با هم دیگه متحد شویم، دست به دست، شانه به شانه او شمشیر بیرون بکشیم و با وجود خودشان فرو ببریم. حتی به خاطر سوختاندن قلبشان باید یک قدم بزرگ برداریم. ما باید یکی دیگه خود دوست داشته باشیم. پدر یوسف بچیم بیا. خوب هستین پدر؟ پریشان معلوم میشه. چیزی نیست. یلماز براتون چیزی گفته پدر؟ بگوین برام. گفتم که چیزی نیست بچه. اون آمر چطور میایه؟ با کدام جرات اینجا میایه ها؟ بعضی لوازمش اینجا باقی مانده بود، آمد و اونا را برد. او احمق باز به من اورخا چیزی نگفته. برام راست بگوین پدر. نه خیر.
گناه خودم است. کور بودم و هیچ چیز ندیدم. ببینین از وضعیت دوره برم هیچ خبر ندارم. میخواستم شما را دایسن خوش نگاه کنم. خواستم فکر نکو بچیم. پشت آب رفته هیچ وقت بیل گرفته نمیشه. یه همه در قسمت ما بوده بچیم. من میخوایم استراحت کنم. با چیزی ضرورت دارین؟ زنده باشی بچیم. از امو اول همین مفکوره در ذهنتان بوده. مقابل شدن با ما هم جزی از تصمیمت است. میخوایی با ما یک جا شده یوسف درد بیتی؟ اما اشتباه میکنی. بعد از اگه یوسف درد بکشه چی فرقی میکنه یلماس؟ ها؟ برات گفتم میخوایم کسایی را که سرم ظلم کردن کلشان نابود بسازم. در این صورت تو هم میتونی ظلمایی که سر تو کردن جبران کنی. چرا نمیفهمی؟ شما با این کارایتان، با این گپایی که برام گفتین قلب ما زرده ساختین. یلماس، ما به تو فقط چیزی که واقعیت داره و حقیقت است برات گفتیم. اما چرا از روز اول نگفتین؟ تا وقتی که کارتان به ما بند شد صبر کردین. باز با او دروغایتان، با او حیله هایتان به من نزدیک شدین. ما حالی چی تو سر شما اعتماد کنم؟ ها؟ اگه شما می بودین باز به ما اعتماد میکردین؟ یلماس درست است. حق به جانب استی. میفهمیم. اما انسان بعضی وقت مجبور میشه که دروغ بگه و بازی کنه. ما از خود دلیل داریم. میفهمی یا نه؟ برات خود گفتم. آل ایران فهمیدی که حقیقت چی از یلماس؟ یلماس، حال کار از کار تیر شده. ما این قسم بازی ها را انجام دادن نمیتونم. راه غلط انتخاب کردین. موضوع ما را خوبان. تو حتی در مورد خودم فکر نمی کنی. ظلمایی که در تو شدن چی خواهد شد ها؟ حساب او را از اونا کی میپرسه بگو؟ میخوای اونا را ببخشی بچیم؟ کاری که شما میکنین حق خواستن نه، بلکه شور برپا کردن است. بعد از این هر کس برای که بلد است درد خودم رو دوا کنه. یلماس، کار خوبی نشد. هیچ کار خوبی نشد. یک عالم بازی کو تا بچه را دامت بندازی باز هیچ به دردت نخوره. به درد خوردن خوبان حال جان ما هم در خطر افتیده. چرا جانتون در خطر باشه؟
چرا جانت در خطر باشه؟ اگه بچه به قصر بره و بگوی که شما چرا امرای می کارا را کدین، چرا یک قسم بازی کدین و بگوی که کلش سلطانه برم گفته، باز قیامت برپا خود شد. با جایی گپا بهتر است که بگوین که در فکرتان چی است و برای او یک چاره پیدا کنین. توبه. اما گفت هر کس به طریقی خود درد خود دوا کنه. او بیچارم در یک دقیقه چند بار شوک دید. اول فهمید که او پدرش است، بعداً بیچاره ای را فهمید که تو نامزد یعنی معشوقی پدرش هستی. درست و دقیقاً وقتی که او بیچاره از همه چیز خبر شد، بدونی که فکر کنی اظهار محبت کردی. 40 دفعه برات نگفتیم ها؟ نگفتم هر سخن جای و هر نقطه مکان داره، اما تو کی میشنوی؟ درست است خاله، درست است. چی درست است؟ ها؟ چی درست است؟ اگه همه چیز به او بچه دانه دانه قسم میکدیم، باز او قسم نمیترسید. حتی شاید خودش میآمد و میگفت که بیا که همدست شویم اونا را نابود بسازیم، اما تو خود هیچ صبر کردن نتونستی. درست است، بس است دیگه. تمام اشتباه از من بود. من بیعقل هستم. خوب شد؟ حالا خوش شدین؟ توبه. این گپا را حال بانین. بگوین که بعد از این چی کنیم؟ بریم. تمام دار و ندار خود جمع میکنیم و به انقره میریم. ما چرا باید از اینجا بریم خاله؟ شاید به خاطر نجات دادن جان خود بریم. توبه. دروغه یلماز خان بگویه و سالا حقیقت پنهان کنه، باز ما فرار کنیم. این دیگه چی قسم عدالت هست؟ گپ زدن خب برات آسان است. همه چیز افشا ساختیم، از کارم اخراجم میکنن. خب فکر کو که تقاعد کردی. من در او خانه اقدر سالا از خود شخصیت و آبرو و عزت دارم. در قصد دیگه کسی نیستم، اما نباید رسوا شد از اونجا برایم. خوب درست است. حالا که در او خانه قدر جای دارین، برین ببینین که دیگه چی گپا شده. درست است خاله. نظر خوبی است. رفته یک بار ببینم که قصر در جایش است یا که تا حال سوخته به خاکستر تبدیل شده. البته از خشم یلماز. ای چی است؟ چی را میگین؟ ها، یک موضوع کوچک است که خودم حلش میکنم. در اینجا خود جونیت نوشته شده. ها، جونیت نوشته شده. آقا جونیت بر علیه ما دعوا باز کرده خاله. جونیت. ما آمدم خانه رسیدم. نه کدام مشکل پیش نشد. وادا چی میکنی؟ راستش میخواستم پیش منور برم. دیروز زیاد پریشان بود، کمی به تشویش بدم، خواستم ببینمش. گفت شب بعد از غذا پیش دوستش میره. فکر کنم حال خوب است. فهمیدم. تو کجا بودی؟ من بازار رفته بودم، به خاطر تفلگان چیز دیدم. حامله هستی، نباید قدر سر پای استاد شوی. بعد از اینکه در بازار کارم خلاص شد پیش مادرم رفتم، همراهش گپ زدم. من میرم لباسای خودم تبدیل کنم. توبه خدایا، هیچ نمیفهم که ضربه از طرف کی وارد خواهد شد. اگه از من بپرسی میگم او عاشقت بود، اما
تو هم کم در حقش ظلم نکدی؟ اگه مجنونم می بود بازم زورش میداد. با چشماش دیده میخواستی تباهش کنی. به هر صورت ایگه پارا بانا بگو که چی خواد کدی؟ وکیل بخوای که در موردش گپ بزنیم. به نظر ما بهترین راهی است که وکیل هیچ در جریان نمانیم. اول کاری را که گفتم انجام میتم. اگر در این کار وکیل مداخله کنه با جنید مغرورتر میشه. یعنی هیچ برش مهالت نمیتی؟ تو هم قدر بیعقل نیستی. اما تو ایره تجربه کدی که او کلاشخ اگر یک بار تصمیم گرفت باز کار تا آخرش ادامه میته. خب دیگه چاره‌ای ندارم. خوب است. خدا کنه که بخیر بگذره. انشالله. آقا رشید هنوز نامده؟ نمیفهمم. خبر ندارم. خدا میفهمه که در وقت شب کجا رفته باشه. خیرت باشه. شما چرا به تشویش او هستین؟ پسانتر خواهد آمد. این آمدن. خودتان ازش بپرسین. خیرت باشه دخترم. چیزی نیست کاکا رشید. خالم در مورد شما پرسان میکرد. به تشویشتان بود. چیزی نپرسیدم. یعنی پرسیدم اما گفتم چرا کارش قدر طول کشید. کدام هدف دیگه نداشتم جانم. حق تو را باز بعدن برات میتم دختر احمق. بفرمایین. شبتان بخیر. شب شما بخیر خانم سلطانه. شبتان بخیر خاله. چی شده بادا؟ خوب استی؟ چی گه پس؟ طفله چیز شده؟ نمیفهمم چطور بگویم. هر گپه که هست بگو برم بادا. پدرم تا زندگی پدرم یک خانم دیگه آمده. جلال بیدار شدی جانم؟ من خوابیده بودم. خواستم تا وقتی که بادر از مکتب بیاری کم استراحت کنم. بادر از مکتب آوردی اما تو نیست؟ آوردم سوزان، آوردم. اما تو هم دوایی تا نخوردی جانم؟ بگی نه دوایی تا بخواب و استراحت کن. حالا مطمئن هستی که در زندگی پدرت کسی دیگه آمده؟ مطمئن هستم.
کسی را دیدی؟ یا کسی برات چیزی گفته؟ پس از کجا فهمیدی باده؟ جانم لازم خونست که اونا رو با هم ببینم. انسان متوجه نمیشه که پدرش تغییر کرده، متوجه نمیشه که همراه کسی دیگر رابطه داره. با نظرم این کارت احمقانه است باده. این گریه فایده نداره، برو همراهش گپ بزن. هنوز درست نمیفهمی گپ از چی قرار است. بیازو همراهش گپ میزنم بان که کمی آرام شوم. لطفا این گپ بین خود ما باشه. درست است باده، تو تشویش نکن. درست است. اول همراه پدرت گپ بزن، شاید این گپ نباشه. بیازو مادرت مریض است. فکر نمی کنم پدرت کار انجام بده. تو آرام باش. مادرت دوست داره. تو همه طور فکر میکنی شاید اشتباه کردی. کوشش کو به خود بیایی. حالا جانم کم استراحت کو. بیا کم استراحت کو تا خوب شوی. با این گپا فکر نکو. تو معلوم میشه که تا صبح آسیاب دستیر در داده باشی. دروغ نیست خواهر. از صبح تا شام سر پای استاد هستم. شبام همراه توران مصروف هستم و خدا با آدم هیچ حوصله نمیمانه. تو ایره کار میگی؟ اگه من یک بار کمر خدا بسته کنم تمام قصر پاک میکنم. بعد از او به صدها میمان به تنهایی آشپزی میکنم. شاید بتونی خواهر، به خاطر که تو از زنای سابقه هستی. صبر که دختر. اول از اوضاع برم گزارش بده، بعد از او رفته میتونی. از کدام اوضاع؟ اوضاع قصر میگم. خدا دا کوچی اصلا چپ نزن. کدام اتفاق خروخ نداده. راستش من از هیچ چیز خبر ندارم خواهر. هرچند خودت اگر در قصرم نباشی از همه چیز خبر میباشی. برو بخواب دختر، برو بخواب. خوب است، خوب است. یلماز خان چایتان تبدیل کنم؟ یلماز خان چایتان تبدیل کنم تازه برتان بندازم؟ صبح بخیر. نوش جانتان. صبح بخیر. چرا چیزی نمیخورین پدر؟ اشتها ندارم بچیم. در جای همیشگی برای صبحانه منتظر دستم جانم. خیرت هست؟ از وقتی که سر میز صبحانه آمدی موبایلت از دستت پس نشده. حتما کدام گپ مهم است منور. مرا میگی؟ راستش دوستم یک سوال پرسید، او را جواب میدادم، فقط همین. آقا کنان زنگ زده بود. به همگیتان سلام گفت. خواست به خاطر پیشرفت قضیه معلومات بده. بسیار جالب است. زیاد میخوایی، زیاد کوشش میکنی، اما در آخر میبینی که اظهاراتت پذیرفته نمیشه. اما تو نیست یوسف جان؟ من بیرون رفته کمی قدم میزنم.
به شما اشتهای خوب میخوایم. با اجازه تان ما دیگه میرم. کجا میری منور؟ وظیفه. درست است، ما حال برایم. تو آماده شو، ما میرسانمت. درست است. شرکت میری بالا؟ من کمی کار دارم، بعدا خودم میایم. یوسف بچیم کدام مشکل پیش آمده؟ چرا اظهارات را قبول نمیکنن؟ ای که در وقت حادثه ما در شفاخانه بستر بودیم کاکا و ده ها دلیل بیمانه دیگه. شما هم زیاد خوش نباشین مادر. شاید همگی سرتان اعتماد کنن اما اولادایتان نه. آماده هستی خواهر جان؟ بله آماده هستم. متوجه پدرم شدی؟ از وقتی که یلماز آمده بسیار تأخیر کرده. به کسی هم چیزی نمیگه؟ نمیفهمم، اما دیشبم اونقدر خوب معلوم نمیشد. امشب با هم بیرون بریم. پدرم با خود میبره. مادرم چی فکر خواد کرد؟ جگر خون نشکور دعوت نکردیم. پدرم نباید با مادرم نزدیک باشه. به از اون مادرم هم نمیخواه که بیایه. بهتر است که میتونه باشه که متوجه کارهای خود شوه. درست است. پدر بالا پشت خود فراموش کرده بودم. از سر کوچه دور خوردم. اما ربط خواهر بیرون بسیار سرد است. بین که بریم. فعلا وضعیت عادی است شریک، اما یلماز خان خلاص است. از دخترها گپ گرفتم وقت نبودیم. کسی نامده، یعنی تا هنوز همه چیز خوب است. در وقت صبحانم بالای سرشان بودم، اما هر کس در غم خود از دختریم. خب پس نرفتنش به قصر خوب است، اما کجا رفته باشه؟ راستش اگه جاشب بفهمم یک دقیقه منتظر نمیمانم و پیشش میرم، اما ازش خبری ندارم. چی میگه که یک بار برش زنگ بزنم شریک؟ توبه توبه، شما برام بگین که سر زیاد فشار نیار، باز بگین که برای زنگ بزنم. من خود نفهمیدم هدفتان چی است. پس تو بگو چی کنم خانم هوا؟ شاید گرگ بیرون برده باشه، یک بار پارک بریم ببینین، شاید اونجا رفته باشه. ها، او بچه از خود کار نداره، گرگ خدا به قدم زدن میبره. دیگه چیزی در فکر مام نمیایه خانم سلطانه. قد کو، حالا قد کو. اگه کدام گپ شد خودم برات زنگ میزنم. خب درست است. خیرت است پدر؟ نه که گپای ما گوش میکدی؟ پس من با هتل هماهنگ میکنم. تو هم شام کمی وقتر خانه بیا خواهر جان. درست است؟ درست است بیادر جان. زنده باشی مراد.
خوش آمدین منور خانم. خوش باشین. بفرمایید. راستش ما یک چیز فراموش کردیم، او را گرفته پس میایم. هر قسمی که خواسته باشین. بله جلال. منور جان کجاستی جانم؟ غذا سرد شد. جانم وقتی از خانه برآمدم بیادرم زیاد اصرار کرد که ما به وظیفه میرسانمت. ما هم چیزی گفتن نتونستم. حالا یک تاکسی میگیرم پیش میام. درست است؟ درست است جانم. ما منتظرت است. درست است. فعلا خداحافظ. ای دوای کمخونیش است. ای هم به خاطر گرداش. باور کو هر بستش یگانم پول شد دخترم. بیمام نمیپردازه اما صدقه سر خانمم دقیقه پولش نیستم و تمامش گرفتم برش آوردم. نی که میخوایی برات مدال بتم پدر. به خاطر گفتم که با فامی چیغ نزن آیسته گپ بزن مادرم در بالا خوابیده. پس به خاطر همو امرای خالد پس کده گپ میزدی. هیچ منکر نشو. چشمای تمام چیزا گفتم میره دخترم. شما بازم کدام نقشه در سر دارین. فقط میخوایم بفهمم که قربانی کی است. ببینین چی میگم پدر. پیش مادرم این قسم گپا را زده فکرش پریشان نکنین. اگه نه براتون بد خواهد شد. ما به خاطر ای گپا گفتم که وظیفه ما در این نقشه چیست همین. خب حالا که اقا میخوایی کمک کنی پس بگی مصیبت هایی که از برکتت سر ما آمده حل کو. ای چی از دیگه؟ ببی بازش کو میفهمی. جونت به علیه کی شکایت کرده؟ او عاشق تو بود. عاشق چی پدر؟ عشق او را تو تباه ساختی. امی قسم او را امیدوار ساختی. به این خاطر باید این کثافت خودت پاک کنی. از دست بچی میه دخترم. من خود زورم در این کار نمیرسه. از این بعدش دیگه مربوط خودت میشه. هر قسمی که میخوایی علش کو. اما ایره فراموش نکو که از این بیشتر قرض دارم هستی. صبح بخیر. بچیم سابقا می گپاره می گفتین بچه این گپ دیگه از کجا شد؟ از شب به این طرف کوشش میکنم آتش قلب خود خاموش کنم. صبح وقت قبل از طلوع آفتاب بیرون شدم. پایه مرا به قصر آورد. پرده ها باز شدن. آدم ها از خواب بیدار شدن. روزنامه فروش آمدن. شیر فروش ها شیر آوردن. بعد از او همه چیز مثل همیشه عادی آغاز شد. حتما کلتان به صبحانه خوردن یک جای جمع شدین. با هم زیاد صحبت کرده باشین. همراه شکم خود قلب خودم سیر ساخته باشین. بعد از او همراه اولادایتان از قصر بیرون شدین. بسیار خوش معلوم می شدین. به خاطر که همه چیز طبق میلتان بود. اما از وقتی که حقیقت فهمیدیم زمان برم توقف کرده. در قلبم یک زخم پیدا شده. من پیش خود زیاد فکر کردم. در قصر آدم ها زنده هستن. در اونجا یک خانواده زندگی میکنن. یک خانواده که من از اونا شده نتانستم. نمیخوایم گپای قلب خود پنهان کنم. تصمیمم ندارم که در بدل درد من به شما درد بدم. میخوایم زخمم خوب شوه. میخوایم که همه چیز زود فراموش کنم.
به نظر توی امکان داره انجام داده میتونی؟ حتما میتونم، اما به یک شرط. در خانوادهتان برم یک جای بتین. نام خدا بتین برم پدر. برو گم شو. از برکت خانم هوا این روزا را میبینم. با خدا خودشان است. بچیم فکر میکنی ما هیچ موردی که فکر نکردیم؟ فکر میکنی سالها با این عذاب وجدان زندگی کردن برام آسان بود؟ سالا به خاطر گفتنی گپ یک را میپالیدم، اما وقتی انسان یک بار دروغ بگه باز وقتی که به حقیقت برگشته نمیتونه، هرگز نمیتونه. پس جزایی حقیقت به تنهایی میکشیدین. اما حال ما در کنارتان هستم. شما از اول در کنارم بودین. اولین قدم های من ندیدین. در مکتب شما مرا شامل نکردین. بایسیکل سواری رام با تنهایی افتیده یاد گرفتم. زمان باقی برگشتانده نمیتونیم. این کارها را جبران کرده نمیتونیم. اما بعد از امکان داره که با هم یک جای باشیم. اگه یه بندازی گفتن آسان می بود با پدر بزرگ شدن ما آسان نبود. خانوادهتان شما را دوست دارن، به شما باور دارن. بله دول شاید قهر شوند، اما بعدا درکتان میکنن. از شما فقط میخوایم که پدرم باشین، همه قدر. میخوایم یک خانواده داشته باشم. دیگه تحملی ندارم که تنها زندگی کنم پدر. خوب اگه قبول نکنم که حقیقت برشان بگویم باز؟ میخوایم من فردا در میز صبحانه باشم. ای که چه قسم میکنه نمیفهمم، اما من در میز حق دارم. چند روز میشه ایره گرفتیم اما فرصت پیدا نشد که برد بتم. ای چی است؟ بازش کو بیبی؟ بعد سایت بسیار میزیبه. اول من خودم پوشیدم برات گرمش ساختم. بعد از این سایت یخ نمیزنه جانم. حتی فکر کردنم دوباره تو وجود و گرم میسازه. موجودیتت، عشقت برام همه چیز است. بعضی اوقات فکر میکنم که آیا با سوزان خیانت میکنم، اما او یک زنی است که اگر در کنارشان باشم موجودیتش احساس نمیکنم. منور
ما میخوایم که بعد از این همراه تو زندگی کنم. تصمیم گرفتیم که از سوزان جدا شوم. بله دخترم. شما کجاستین پدر؟ خانه هستم دخترم. چی گپ شده؟ میفهمین از دیروز تا حالا چقدر براتون زنگ زدم اما موبایلتون خاموش است. راست میگی؟ متوجه نشدیم. خب چرا؟ کدام گپ شده؟ باید به خاطر زنگ زدن به شما یک کار داشته باشم؟ نه خیر دخترم، چی بفهمم؟ بس خوب است. حالا که خانه هستین ما میایم یک جای صبحانه بخوریم. به مادرم هم خوب میشه. راستی دخترم، یک مهمان خارجی دارم. چند دقیقه بعد باید پیش او برم. بسیار خوب. پس ما بعد از ظهر با شرکت میایم پدر. درست است دخترم. منتظرت هستم. خداحافظ. در کجا بودیم موتو؟ تو در موضوع طلاق جدی هستی جلال؟ بله، باور کن کاملا جدی هستم. میخوایم تو هم همراهیم همکاری کنی. من نمیفهم که چی بگویم. بعد از این میخوایم فقط به خاطر خوشی ها گریه کنی جانم. لطفا صبور باش. من همه چیز حل میسازم. من سر تو باور دارم. خاله شما مطمئن هستین که درست شنیدین؟ خدا را شکر کر نیستم. هرچی که شنیدیم همو رو برات میگم. چی بفهمم؟ دختر میگم در بالای سرشان بودم، اگه پشت خدا دور میدادن چشم به چشم میشدیم. یعنی یک کلمه هم غلط نشنیدیم. یعنی یلماز خان چیزی نگفت اما تو رست؟ هیچ چیزی گفته نتانست. اگه او وقت چهرهش میدیدی گچواری سفید شده بود. ترسیدم که باز سرش حمله نیاید. راستش به او بچم دلم بسیار سوخت. بسیار جگر خون شدم بیچاره. برش حضور میکرد که مرا در خانوادیتان جای بده. البته که دل آدم میسوزه. ما بچی هدف حقیقت برش گفتیم اما او پدر گفته میره و بس. آی خدا. خاله به نظر شما یلماز خان اجازه داره که او را پیش خانواده خود ببره و به کلگی معرفیش کنه؟ ها؟ فکر نمیکنم. اگه گفته نمی بود تا امروز برشان میگفت. فقط خودش خبر داشت. تنها وجدان خود قانع ساخته و به هیچ کسی چیزی نگفت. اما حال یلماز خورترکم خبر داره. شاید از ترس بچه خود حال بگویه چی بفهمم. راستش اگه کل چیز طبق نقشه خود ما پیش نره تمام زحمات ما هیچ میشه. گپ خو میفهمین. راست میگی. بیزو ما هر وقت با دوستی برایم باز او وقت شب محتابی میشه. باید ما نیشویم خاله. ای که چطوری کار انجام میتیم نمیفهمم اما بسم الله. مادر خواهر تو بیدار شدی؟ من با دیدن تو آمده بودم. وقتی دوایم پوره شده بود هرچی صدا کردم صدای ما کسی نشنید. مجبور شدم خودم پایین بیایم. من میرم که براتون بیارم. خب سلطان خانم، باز مانع کدام کار میشی؟ با من بگو. شاید که برات کمک کرده بتانم. چی میگی؟ تو با خدای خواهر. بچه من امین یک وظیفه پیدا کرده اما کارش دائمی نیست. میگه او کار بیمدار خودم معلمی خدا اعلام میکنم. اما چی کنم خواهر؟ من که هرچی برش بگویم او بازم کار دل خودم میکنه. نباید بیشتر از این سر پای خود استاد باشی. بیا که بریم. بیا.
یلماز خان، خیرت از خانم حمیده. از دیروز به این طرف بسیار جگرخون استی. گفتم اگه به دستای خود یک قهوه تیار کرده برات بیارم، شاید جگرخونیت برطرف شود. کاشکی. امروز در صبحانه یک گپ یاد شد، اما تو زیاد جدی نگرفتی. میفهمی؟ یوسف واقعا بعوزه پیش مامور پلیس رفته اظهارات خود داده. هرچی ده خیر ما باشه. البته که خیر ما باشه، اما وقتی نزدیکترین کست ای کار در حقت انجام بده، قلبت بیشتر آتش میگیره. میفهمی؟ به هر صورت جانش جور باشه. اونا اظهارات یوسف قبول نکردن به خاطر که او وقت شفاخانه بودن. راستش به خاطر موضوع اظهارات تو را اونجا میخواین. حمیده، یک گپ ازت میپرسم. نه، وقتی اولادایت از این رسالت خبر شدن چی احساس کردی؟ با وجود وقت پنهان کردنتم، وقتی که اولادایت خبر شدن سرت زیاد گپ زدن، با وجود هم وقتی به چشمایشان نگاه کردی چی قسم احساس داشتی؟ بگو برم. سلام باده، خوش آمدی. باده؟ چی گپ شده؟ نمیفهمم. آمدیم از شما بپرسم، شاید بخواین کدام گپه برم بگوین ها؟ اگه با تشویش مادرت هستی، ده یه وخر کم وضعیتش بدتر شده. جالب است. با وجود قدر مصروفیت و کارتان چطور متوجه مادرم شدین؟ آفرین به شما. باده؟ تو چرا قسم گپ میزنی؟ شما باید درباره ای بریم توضیح بتن. اونا اولادایم هستن یلماز خان. تمام دارایی زندگیم هستن. بودن در اجتماع را ما به اونا یاد دادیم. خوب و بد ما برشان آموختیم. اما حال یک چیز بسیار خوب درک کردم. وقت آدم پدر و مادر شود باید متوجه باشن که کدام اشتباهی را انجام ندن. ما ای گپه بسیار ناوقت فهمیدم یلماز خان و به خاطرش بسیار قیمت گزافه پرداختیم. میفهمی که چی برم بسیار سخت تمام شد؟ او اعتماد که اولادایم نسبت به من داشتن از بین رفت. حال ما اعتماد خود از دست دادیم. وقتی ای گپه حس کردم کاملا از بین رفتم یلماز خان. حالا اگر هرچی بگویم هر کاری کنم از هر طریقی که از خود دفاع کنم هیچ کدامش فایده نخواهد داشت یلماز خان. وقتی یک بار در چشم اولادای خود او بی‌اعتباری و بی‌باوری را دیدم
حالت برم دست داد که اگه یک عمرم در زندان بانم برم مهم نیست، اما حال یک گپ خوب میفهمم یلماز خان. اگه عدالت مرا بیگناه بگویه یا نگویه، با ما جزای گناهی ما بتن یا نتن، مرا زندانی بسازن یا نسازن، میفهمی هیچ کدامش برم مهم نیست. راستش باید یک گپ برات بگویم. اگه میفهمیدم که یوسف ای قسم یک روز ازم روی گردان میشه، اگه میفهمیدم که قلبم ای رنگ دیده و به این اندازه مشکنه، باور کو که او وقت من به خاطر که این راز افشا نشه حتی میتونستم با می دستای خودم بدون یک لحظه فکر کردنم یلماز خان او هوا را از بین ببرم. یا اگر از همون روز اول همه چیز به شما میگفتم، یعنی بدون دروغ گفتن و فریب دادن، بدون اقا حماقت، شاید او وقت پیش تو و اولادای خود اعتبار خود دست نمی دادم. حال این کار شده اما کلش ناخواسته بود. پشت آب رفته بیله نمیگیریم، کاری از دست ما ساخته نیست. ببینم که سرنوشت با ما چی میکنه. تو چرا این سوال از ما پرسیدی؟ فقط همه تو خواستم در باره بفهمم حمیده. شما چطور این کار انجام دادن؟ درست وقتی که مادرم به شما ضرورت داشت شما چطور تونستن؟ اون با منور باده کمی آرام باش تا گپ بزنیم. چطور توقع دارین آرام باشم؟ من آرام بودن نمیتونم. فکر نکردین این کارتان افشا خواهد شد ها؟ درباره مادرم هیچ فکر نکردین؟ با تشویش مادرم نبودین درباره من فکر نکردین؟ به نظرم فراموش کردین که زن و اولاد دارین. فراموش نکردیم دخترم، فراموش نکردیم، اما او وارثی نمادینه تو رو تحمل کردن نتونستم تحمل کنم. این دیگه چی منو؟ ازدواج یعنی تقسیم کردن زندگی دخترم. بعد از مرگ کریم به نظر تقسیم کردن زندگی با مادرت امکان داره؟ سالاست که از زندگی ما دور رفته، یا که در این چند سال ما احساس کردیم که هم سفر دارم. تو فکر میکنی تحمل این همه برم آسان است دخترم؟ بعد از رفتن تو ما کاملا تنها ماندیم. نه کسی مرا درک میکنه و نه کسی از حال من میپرسه. باده ها، یعنی به همین دلیلی کار انجام دادین؟ فقط به همین دلیل؟ هوش کنین که از مریضی مادرم استفاده نکنین. ای بهانه نیست، یک حقیقت تلخ است. واقعا؟ شما هم رفتین به خاطر فراموش کردن غمایتان منور پیدا کردین همه تو؟ نمیفهم متوجه هستین یا نه، اما منور خواهر شوهرم است. فکر نکنین اگر رابطه شما افشا شود رابطه من و یوسف چی خواهد شد؟ اگر منور نمی بود کسی دیگه می بود قار نمی شدی، همون تو نیست؟ مشکل تو مادرت نیست دخترم، یگانه مشکلت رابطه تو با شوهرت است. تمام عصبانیتتون با همین خاطر است. شما چه قسم یک آدم هستین؟ ها؟ چطوری سنگ دل شده میتونین؟ هم مادرم فریب دادن، هم میخواین مرا فریب بتین. اما نه خیر، یه اجازه رو من براتون نمیتونم. این رابطه را همیالی باید خاتمه بتین. یا که به مادرم میگن
اگه نگوین خود مرومی رو برش میگم. تو از وقتی که از زندان آزاد شدی میرم گفته میگی، اما تو هنوز از جایت شور نخوردی. تا پایان محکمه جای رفتن نمیتونم. این کار محکمه و قانون بسیار طولانی است جانت. بیبی چی میگم بیادر؟ دکان پالوی ما خالی است. او رو برد کرا میگیرم و با هم شریک میشیم و کار خود توسعه میدیم. چی نظر داری؟ تا که عاقبت کار ما معلوم نشه از ما کدام فایده نخواد دیدی. بسیار خوب. چی گپ است؟ با دستای خود هوا را در جنجال انداختی و خودت اینجا منتظر هستی. تو دیگه از کجا شدی؟ بیادر جان یک گلاس قهوه شیرین برام بیار که خستگیم رفع شود. باز تو به خاطر چی پشت مرا گرفتی؟ ایلا دادنی من نیستی رمزی؟ به خاطر که کار ما تو هنوز خلاص نشده. از هر کس توقعی کار داشتم، اما از تو هرگز نه. او هم در حالی که هوا را اقدر زیاد دوست داری. بیبی چقدر مقبول گفتی. با وجودی که میفهمیدی من هوا را چقدر دوست داشتم، اما او خواست گناه را سر ما پرته. حالا اگه بگویم که از هوای می توقع را نداشتم دروغ است. دخترت هم کاملا مثل خودت است. زیاده روی میکنی. پای مرا چرا در این کار دخیل میسازی؟ ای خانجی خلو دختر ما تهدید کرده بودن، اسلحه را در گلونش گرفته بودن، با تهدید اونا نام تو را داده. تو حالا میخوایی دختر ما زندانی بسازی؟ وای 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 بیبی عادل رمزی دیوانه درباره دختر خود فکر میکنه. بالاخره پدر هستم، باید از اولاد خود دفاع کنم. درست است. با یک شرط شکایت خدا پس میگیرم. اگه موبایل آقا جلال روشن می بود به تو زنگ نمی زدم دخترم. وقت دوای مادرت رسیده اما دوایش خلاص شده. درست است آیشه خاله. ما بیازو پیش مادرم می آمدم، دوایشم گرفتم میارم. خوش آمدین خانم. سلام. ما 2 بسته از این دواها میخوایم. درست است. چقدر شد؟ چی گپ است؟ نیک سر تاثیر کرد؟ حلقت خشک شد؟ راستش من تو را هیچ نشناختم. تو کسی بودی که در قسم مال و پول نبودی. با وجوده که اقا سال هاست مرا میشناسی، حال مثل باجگیری از من باج میخوایی. خب دیگه چی کنم؟ میگن نه که خربوزه را دیده رنگ میگیره. دلت از تمام پولا را به تنهایی بخوری؟ نه خیر، کمی فکر که اوقا پول پیش ما چی میکنه. ولی از خدا زیاد برم فلسفه نگو. وقت هوا را پنهان کده بودی با خاطر دروغای هر گپت با آسانی قبول کرده بودم، فهمیدی؟ اما حالا دیگه قبول نمیکنم. سهمم از او پولایی که زمیده خانجوغلو گرفتیم میخوایم. من قدر پول ندارم. هر کس برات گفته دروغ گفته، قسم میخورم. گپ آخر خدا برات گفتم. اگه میخوایی که شکایت خدا پس بگیرم، نصف او پول از حساب خود گرفته باید به حساب من انتقال بدی. اگه پول از دخترت که ارزش داره باید به هوا میره بگویی. عادل دکان پالو رو چند کرایه میته؟
این پیرکی هم بیخی دیوانه شده. خیرت باشه، ناراحت معلوم میشین. یوسف آمد. سلطانه، یوسف اینجا بخوای. درست است یلماز خان.